سلام بچه ها جونم، خوبید؟ امیدوارم که اندازیم. علی راندو چندمه داری میخوری؟ آقا کوفتم نکنید حالا خوشمزه. میبایدی ترسیدم رفت. بیا میلو یکی شلیک کنه سریع. خب ما بریم با هم دیگه بیرون. کجا؟ این ساختانه بدون روغنه دیگه، کلا بدون روغن. چرا دو تاه؟ باید دو تا ساندویچ. سلام بچه ها جونم، خوبید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا که هستید، حال دلتون خوب باشه. بعد اینکه من یک ویدیوی دیگه از روزمرگی میخوام براتون بگیرم. امروز با من باشید تا ببینیم چی میشه. حالا معلوم نیست که مهمون بیاد یا نه، ولی من در کل همیشه مهمون دارم، همیشه تو خونم مهمونه. حالا غذا رو درست میکنیم، فیلم میگیریم، ببینیم حالا تا آخر شب چی میخواد باشه. فقط با علی قرار بود که امشب بریم شهر فرش، ببینیم قسمت میشه یا قسمت نمیشه که بریم. با ما باشید، با میلو خانومم باشید. میلو سلام بده. میلو بچه، میلو خیلی کوچولو بود، الان 6-7 ماهشه آوردیمش، خیلی کوچولو بود، شاید اندازه این دقیقاً اندازه یه وجب بود آوردمش، خیلی ریز مونده بود. بعد اینکه برداشتم بردمش دکتر، چون نسبت به خواهر و برادراش این یه دونه بچه خیلی کوچولو مونده بود. بردمش دکتر تعجب کرد، گفت این به 4 ماهه نمیخوره. اون موقع الان که 7 ماهشه، گفت به 3-4 ماهه نمیخوره که هیچی دیگه. حالا نگو اصلا بهش رسیدگی نمیشده، یعنی بهش غذا و اینا نمیدادن، یعنی میدادن خواهر و برادر و حالا پدر و مادرش آره غذا رو میخوردن، انگار به این بچه نمیرسیده. بعد این که آوردیمش الان دیگه شده این دیگه، ماشاءالله بزرگ شده. کوچولوه هنوزا نسبت به گربای دیگه کوچولو. اون موقع که آوردیم اگه یه وجب بود الان شده 2 وجب بچه، ولی خیلی ناز، خیلی گوگولیه، خیلی دوست داشتنیه. اینایی که میخواید حیوان بیارید، سگو نمیگم اصلا، چون من سگ داشتم گذاشتم شمال تو نمک آبرود، خیلی اذیت میشدم با اینکه خیلی دوستش داشتم، عاشقش بودم. آره چیکو. بعد سالم هم نبود، نژادش هم خوب بود، ولی خب پاهاش مشکل داشت، میتونست راه بره، ولی شبیه خرگوش میدوید. بعد اینکه اونم بزرگش کردیم، ولی خب واقعا دیدم نمیشه. خونه قبلیم هم نسبت به اینجا کوچیک‌تر بود. اما اگر میخواید یه موقع حیوان بگیرید و مثلا از تنهایی در بیاد، عین من با حیوان سرتون گرم باشه، گربه پیشنهاد منه. نه کثیفی داره، نه آزار و اذیتی داره اصلا، یعنی هیچ چیزی نداره گربه بگیم که یه خورده احتمال داره که اذیت بشید. نکن اینطوری نگیرش، چرا اینطوری نگیرم؟ بعد اینکه هیچی دیگه، گربه خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم، عاشقشم. میلو جونم. میلو سلام بده. شبیه خنگاست، شبیه راکونه بچه ها، ببینید میلو خیلی شبیه راکونه. دست و پاهاشو بعد بزرگش خیلی توپاروشه، بعد الان 7 ماهشه. نگاش کن هنوز چقدر کوچولوه، ولی 7 ماهشه. خیلی دوستش دارم. بچه ها فعلا ما بریم صبحونمون رو بخوریم، از اونجا فیلم بگیرم. میخوام قرمه سبزی درست کنم، خونه رو میخوام تمیز کنم. حالا اگه مامانم و علی هم بخوام بیان دیگه میان، چون مامان من یه هفته‌ای که دوباره من نگهش داشتم، هفته قبل یه دیشب فقط رفتن. بعد الان گفت پرستار نیست، پس من احتمال میدم که بیان، ولی من قرمه سبزیمون رو میذارم. حالا خواستم بیان دوره هم میخوریم، نیومدنم که دیگه هیچی دیگه. حالا ببینیم تا شب چی میشه. بهتون قول میدم خونه من پر مهمون میشه. فعلا چقدرم صحبت کردم. یکم هوای آلوده استشمام کنیم. گلاب بریزم، گل محمدی که همیشه میریزم.
اونجوری نه اونجوری نه بده ایلیا میلو چی میخوای؟ غذا نیست، تو غذات این نیست، غذا تو خوردی. ایلیا بیا اینطوریه که آقا ایلیام خیلی به من کمک میکنه. بگیر ایلیا اینم ببر برم بذاریم توی یخچال بعدش یه 2 تا استکان چایی بریزیم. استوب کن. دیروز کتریه رو شستم چیزاش در اومده. چیش در اومده؟ این داخلش ببر ما شکر دارم؟ نبات دارم میارم. چیکار میکنی؟ بعد این میزا تن پنیر میذاره. به به آره دیگه وقتی خوابی بیدار میشی همه چی حاضره. خب ایلیا بیا. خب صبحونه که خوردیم تموم شد. الان هم هلیا میخواد بره بیرون فکر کنم ناخون درست کنه. ایلیا هم که میره باشگاه. من خودم تنهایی کارا رو کنم، قرمه سبزیمو درست کنم تا ببینیم تا شب چی میخواد بشه. فعلا من یه سر میرم بیرون برمیگردم حتما. شب چه برنامه‌ای داری؟ شب یه چیز خیلی معموله همیشگی مهمون داریم مثل همیشه. خودتون بچه این سبزی رو از میلان گرفتم. خیلی سیاهه نه ببینید ولی فکر میکنم خیلی خوب باشه چون هرچی من سبزی میگیرم سیاه نیستن سبزی تهران و اینا خوب سرخ نمیشن انگار. و سبزی شمال هم که معروفه دیگه. ببینیم حالا اولین بار من سبزی شمال میخرم. اگه ببینم خوب باشه رام بیفته خودم میرم میخرم ولی اگه رام نیفته سفارش میدم. کارتشو گرفتم. یه چای بریزم بخورم بعد برم ادامه کار. کم زعفرون بریزم برای خودم فقط.
بذاری که بپزه. زیرش هم کم کنم ببینیم حالا مهمون میاد، قسمت مهمون میشه یا خودمون ستایی، من و هلیا و ایلیا. زیرش هم خیلی کم کردم. برم بقیه کارا رو کنم، جارو برقی رو بردارم، بقیه کارمارا رو کنم، اتاق خودم رو تمیز کنم دیگه. آخرش براتون میگیرم نه تمیز شدنش. تمیز شد. اینجا که تمیز شد میگه اتاق میلو خوابیدی تو؟ در میزنم. بودو بیا، ایلیا اومد. میلو بیا. اومدم. سلام. چطوری؟ خوبم. پس کاپشنی چیزی؟ کیفم؟ سرد نبود؟ نبود، هوا خوبه. خب باش. خسته نباشی. چه خبر؟ مدرسه خوب بود؟ ایلیا کیفتو ببر بذار تو اتاق. 2 ساعت فقط خونه تمیز کردم. چی کش کردم؟ چی کش کردی؟ شیر خریدم. خب یه شیر حال نشم که بوده. شیر ریختم. تو این شیر ریختی؟ بسیارم خوبه. ایلیا کیفت هم بردار برو بذار توی چیز. من برنجم رو ببینم آبکش کنم. آدی کجاست؟ ایلیا یه دقیقه رفت بیرون. دایی علی هم رفتش. عزیز یکم بیرون بچرخونه. چی؟ چی گرفتم؟ از میلو. آره میلو خوابیده بود. دیشب داشت کارتون میدید. آره شب داشت کارتون میدید. آرام برنجمون. اینم برنجمون داره آبکش میشه. سیب زمین میخوای تهش یا چیز؟ اون که ردیم ته شیب زمینی خوبه. کار میکنی؟ من شما رو نشون دادم. خب که نشون بدم. خب بچه‌ها ایلیا بود دوباره سیب زمین 2 تا بیار. چی؟ 2 تا یه دونه سیب زمین بیار تعدیکشو برات بذارم. ما هم میایم باهات. یه دونه. ما میشه 2 تا بیان واسه اساس حساب کنی؟ یه دونه. بله. ایلیا بردار بذار سر جاش. چرا پرت کردی؟ بخشید مامان. بیا اینجا پوست بکن. بچه ها ببینن تو چقدر بلدی. نه مامان خب اینجا که ببخشید مامان. برو پوست کنه تو بیار. پسر به این میگن هم مدرسه اومده. چقدر زود ظرف جمع میشه. اینور جمع میکنی اینور. برعکس بزن. آره نه از اینجاش. آره انقدر تو بزن. برعکس اونوری. نمیشه. تیز نیست مامان تیزشون بیار. اینم از تعدیق سیب زمینی. دستپخت من خوبه یا هلیا؟ تو. نه جدی. تو. آبا دیگه شوخی نداره. هلیا. دیگه اینو همه میدونن دیگه. میخوای یه سیب زمینی دیگه هم بیاری؟ نه بسته. برو یکی دیگه بیاری. سلام. چرا لباسای تابستونی پوشیدی؟ داری سوء استفاده میکنی مسیر نزدیکه؟ ماشین بودیم دیگه. جمع. خیلی خوش اومدیم. خیلی خوش اومدی. صفا آوردیم. خیلی تحویلمون گرفتید ورودی. من نمیدونم با این همه تحویل من چه کار کنم. اینو بگی ببر.
واسه دختر شما بیا اینجا قرمه سبزی ما دختر بگیر. شما خواستگارای اومدن یکیشون بنای و اون یکیشون هلیا بیا بچه ها بیایید فقط قرمه سبزی رو بابا بیا رو قرمه سبزی روغن میگه قرمه سبزی یه وجب روغن. من این سبزی رو گفتم از شمال گرفتم یعنی ببین عالی عالی. خودم یه خورده برداشتم خوردم کیف کردم. یعنی سفارش میدم دوباره برام بیاره خانومم. گفت ارسال به تهران داریم. یعنی یه قرمه سبزی پختم هنوز تو زندگیتون نه. یه خود آب خنک آب یخ درست می‌کنیم. بله. آب یخ خواهشم. به 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 چه شب. خب ایزم بریز دیگه. اون چیه؟ کم ریختی. ظرف خورش؟ نه از همون بریز رو اینا. دایلی که ظرفا رو نمیشوره که بخوام ظرف بیاره. به به چه برنجی هم کرده. به به مرسی. چه سیب زمینی بذاشتی زیر برنج سرخ شده. به به تعریف کن ازم. به به عجب برنجی هم کرده. به دست گرم نکنه. چه کدبانویی. بانویی که کد داره بهش میگن کدبانو. علی راندو چندمه داری میخوری؟ آقا کوفتم نکنید. حالا خوشمزه بود گفتیم یه راند دیگه بخوریم. مامان چقدر علی رو خوب تربیت کردی. ربطی به تربیت نداره. شما دارید باج میگیرید. یه غذا دادید پول نداشتیم حساب کنیم باید ظرف بشوریم. خب دیگه وقت زن گرفتنته. خدا به پدر بی پولی بسوزه. اگه پول داشتم خب میریختم اینجوری جلوتون. خب به جای اینکه به جای پول غذا بیام ظرف بشورم نشسته بود اونجا لم میدادم قیون هم میکشیدم. خب پولدار که هستی. نه ترس اینجا خواستگار برات پیدا نمیشه پولتو بالا بکشه. بیا بسته دیگه من سرممو شستم. دست درد نکنه. آشپزی میکنه در حد لالیگا. خیلی ممنون. منم اینجا رو تمیز کردم. خیلی ممنونم ازت پسر قشنگ و ناز. آفرین. سلام. نوکرتم. سلام خوش اومدی خاله. چطوری؟ سلام خاله مریم خوبی؟ از اون کلزت اجاره بازاری کار کشید. سلام خاله. سلام. برو دیگه تو بوسم. سلام عزیزم. چطوری؟ سلام. زهرا نمیاد؟ زهرا چرا تو راه؟ سلام زهرا خوش اومدی. یه هولی اومد. کیانو کو؟ خونه کی؟ سرما خوردم. دست دادم. خوش اومدی بفرمایید. حالا بفرمایید. خب بقیه هم که همه میان. به من بگو. از اونا متنفرم. سوغل میزنه همسر ایشون دلش تنگ شد واسه همسرش. زنگ گفت بیا. سلام خوبی خوش اومدی.
خیلی خوش اومدید. تقلبا نام خیر و ناجیه. خیلی هم آقای خوبی هستی. مرد شهید دنیا هستی. ایشون یکی از دنترهای بزرگ پارک پردیسان هستن. خوش اومدی آقا رضا. بله چه خبر؟ خیلی خوشه. بفرمایید. زیر مبلی کردم دیگه. زیر مبلی دیگه صدا نمیده مبلا. قایچی داریم. حالا کی برمزن بگیرید؟ جلسه زنجیره. شما کی میخواید ازدواج کنید؟ من ساعت 3 صبح به بعد وقتم دارم. امید ساعت چند؟ دو تا خواهرها با هم دیگه. فقط یه فاطمه بود دیگه یه دونه رنگ بده. خب گروه مافیا بیدار شد. گروه مافیا بیدار شد. شلیک کنن. صدا شلیک بخوابن. پزشک بیدار شه. پزشک بیدار شه. یکی رو نجات بده. بخوابه. کارگاه بیدار شه. استعلام یکی رو بگیره. بخوابه. بابا بیخوابه دیگه. قربونه فدات شم. دسته پیرسه تو برداشتی؟ خدافظ. خیلی خوش اومدید. ماما چی میگی؟ ببخشید که بود. خب خیلی خوش اومدید. خب خیلی کارهای زیاد خیلی خوش که میارید. بازم بیارید. خیلی خوش گذشت. فالوورها هم خوش گذشت نه؟ فالوورها هم خوش گذشت. ممنون. خدا. خدافظ. بفرم. آره. اون نمیتونی. خدافظ. خیلی خوش گذشت. دوستان عزیز، مریم جون کانالش رو تازه زده. امیدوارم از ویدیوهاش لذت ببرید و کانالش رو حمایت کنید تا مریم جونم کانالش بالا بیاد و ویدیوهای خوبی براتون بذاره. میام نرید میام. تو قرآن برای داداشو پیدا کن. پسونه؟ آره. پسونه که بچه گم شده. خب بچه جون من خالم اینا رفتن، مهمونام رفتن، مامانم با علی هستن فعلا اینجا چون علی باید بره شهر فرش. خب منم فردارم میگیرم بعد از یا صبحونه یا نهارمون شهر فرش رو میگیرم براتون، بعد این ولاگ رو تقدیم حضورتون میکنم. فعلا تا فردا صبحونه بخوریم بریم بیرون. خب ما بریم با هم دیگه بیرون. کجا میریم؟ میریم شهر لوازم خانگی، بعدش میریم من شلوارم رو بگیرم. دایی کو؟ اینم دایی پاشو ما رو ببر. سرویس قشنگ کامله. ست کرده. ما هم ست کرده بودیم ولی در آوردیم مشکل روش پوشیدیم. خب بریم. بر تو 3 برابر اینه. PS5 خریدی دیگه؟ واو خیلی خوبه این. خیلی
قشنگه. لباسشویی 2 طبقه خیلی بامزه. ماشین لباسشویی 2 طبقه. خب برای چی 2 طبقه؟ برای چیه واقعا؟ بادام و بستنی رو نمیدونم خامه رو اینا رو همه رو شیر رو اینا رو برای چی کریم موز دارید مجبور ببینید چند تا میوه مختلف سبزیجات مختلف شما میتونید با هم از این گاز روزیه که خریدیم ببین آهنی بیا از این نمیخواستی؟ این نمیخواستی؟ پس نمیخوام صحبت رو دوست دارم وای چه بامزه. این سرخانه بدون روغن دیگه کلا بدون روغن شما هر چیزی که قابلیت سرخ کردن روی روغن رو داشته باشه بدون روغن داخل این میتونید سرخ کنید. بیشتر مهندساش داره سه تا صفحه داره، صفحه گرین داره، صفحه پیتزا داره، کیک و سبزی میوه هم میتونید داخلش خوش کنید. خود دستگاه برنامه پخت داره، زمان و دما رو خودکار به شما میده. اوکیه. اوکی؟ تشریف بیارم. امروز خرید داشتین از اینجا؟ نه قبلا من نداشتم. الان خریدتون نقدی یا اقساط؟ ببین اقساطش کنیم وقتی داریم من اینجا میگیریم دیگه. خب چک داریم؟ دارم خودتونه؟ قبلا داداشتون اینجا خرید داشته؟ کجا پیداشون میگیم؟ موبایل بشون بفرمایید. بریم غذا بخوریم. مامانم رو سابق ساله کنید. من اینو میخوام. مخلوط بگی با هم بخوریم. نه من سزار میخورم، تو هم یه چیز دیگه سفارش بده. تو هم من سخاری شد چیز سالا سزار شد. من پیتزا بگیرم؟ بگیر. آره آفرین. 2 تا یعنی سزار؟ یه دونه سزار. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. چرا 2 تاه؟ باید 2 تا ساندویچ. ما وایسا من خیلی خوشگله بچه. بیا دیگه. اون همه نوشابه و غذا خوردی، آبم میخوری؟ سلامتی تن. $73 میلیون. خیلی قشنگه. من از این خیلی بزرگه خیلی خوشم اومده. خیلی قشنگه تابلوش. سنمی که خوشم اومد چند بود؟ چه خوب. 59 میلیون نقدیشه. وای این خیلی قشنگه. هلی این خیلی خوشگله. وای خیلی دوست داشتنیه. یه دونه اینم خیلی خوبه. اینم بد نیست ولی این بالایشم.
یعنی پدرشو در آورده، یعنی یه دفعه چشم میزنیم نیست، رفت 10 دقیقه دیگه اومد، الان نبود یه 20 دقیقه. کجا بردی دوباره؟ من کرده دستمال دست میبری ایلیا گناه داره، اذیتش نکن. ماره برش داشت برد. اومد اسباب بازی نیست که، گناه داره، اینم آدمه. اینجا سینما کرده کفش میترکم این کلا دیگه مبارک مرسی. خب دیگه خریدامونو کردیم. من برای اولین بار خرید کردم. علی اومده برای ویلاش 2-3 تا بخاری خرید از این بزرگا. منم که یه صبحونه و اینا داشتم سفارش میدادم زوردی به دوستم که بیاره، گفت نمیخواد دیگه بریم شهر فرش، اینجا هم خیلی چیزای خوبی هست دیگه. نظرش این بود دیگه، منم گرفتم. انشالله که حالا خوب در بیاد. لباس تو در میخوام همامت کنم با من گفت دعواش ادامه دار برده به زور میخواد همون کنم ماما. خب بچه ها اینم از این ولاگمون تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون که تا اینجا همراه هم بودید. سابسکرایب کنید که یه انگیزه‌ای باشه که من ویدیوهای دیگر رو بگیرم. ویدیوهای بعدی من برای گیلان براتون دارم میذارم، مسافرتم به گیلان رو میذارم. خیلی دوست دارم که توی کامنت ها بنویسید چی دوست دارید، چون من دستم بازه تو ولاگ گرفتن، دستم بازه و میتونم حالا مسافرت برم این ور اون ور. اصلا چیزایی که میخرم اگه میخواید قیمتاشو بدونید که یه خانمی ازم پرسید، گفتم چشم، از دفعه بعد حالا گیلانو که میذارم، بعد دفعه بعد اگه جایی رفتم مرکز خرید حتما قیمتا رو براتون میذارم. بعد اینکه خیلی دوست دارم تو کامنت ها بنویسید چه جور ولاگی دوست دارید، من انجام میدم. بعد اینکه الان دوباره حاضر شدیم بریم شب نشینی خونه خالم اینا. ولی دیگه این ولاگ دیگه تموم شد. امیدوارم هر جا که هستید خوش و خرم باشید. ممنونم نگاه زیباتون. فعلا خدا.